عقیده واسطیه از آن شیخ الاسلام است، عبارت از 76 صحیفه های خرد. این را شیخ الاسلام در مابین نماز عصر و شام نوشتند. وقتی که در گردی خانه کعبه بودند، یکی از قاضی های واسط التماس کرد که عقیده نوشته دهند تا اینکه خودش و فرزندانش حفظ کند و طبق آن اعتقاد کند. شیخ الاسلام گفتند که کتاب های پیش نوشته ها را گرفته خوان، خلاصه الحاح کرد، التماس زیاد کرد. بعد نه در جای نشستنشان عقیده واسطیه را همین خیلی نوشته در دستش دادن و این کتاب پهن شد. ایده عقیده واسطیه، ما این کتاب را ما شرح دادگی هستیم، در 27 ساعت در شبکه بیان هست و این چونین مناظره عقیده واسطیه است. این کتاب را در نزد حضور 4 علماهای 4 مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، این علماها، مفتیها، قاضیها و مشاهیر مذهبها را سلطان جمع میکند، همشان را در یک مجلس جمع کرده کتاب عقیده واسطیه شیخ الاسلام تیمیه خوانده میشد. بعد کسی اگر اعتراض داشته باشد اعتراض بیان میکرد، شیخ الاسلام جواب میگرداند. این ما در یک 4 درس مقدمه مناظره عقیده واسطیه شرح دادگی هستیم، ولی کتاب حالا مکمل نشده است، یعنی که شرح مکمل نشده است. یعنی این کتاب رو در حضور علمای 4 مذهب، یعنی به هر یک حرفش جواب گفتگی هستند. این قاعده علم عقیده است. یعنی بعد اینکه حائیه را در ابتدا در مستوی 1 خواند در علم عقیده، یک کتابی کوچک، این کتابی وسیع‌تر از آن.